دوستان عزیزم سلام، صد تا سلام. ایشالله که حالتون خوب باشه. شاعر میگه دوستت دارم و دانم که توی دشمن جانم، هرچه با دشمن جانم شدم دوست ندانم. دوستان اگر شما تنها هستید و تصمیم بر این گرفتید که مهاجرت کنید، تردید نکنید و حتما مهاجرت کنید، چون بهترین زمان برای مهاجرت زمانی هست که شما تنها هستید. اگر شما تنها نیستید و ازدواج کردید و بچه هم ندارید، بازم بهترین زمان برای مهاجرت هست. اگر تصمیم بر مهاجرت گرفتید اصلا تردید نکنید. اگر شما فرزند هم دارید و فرزندتون زیر 18 سال هست و بازم تصمیم گرفتید بر مهاجرت، تردید نکنید و بازم بهترین زمان برای مهاجرت هست. ولی حالا اگه فردی باشه ازدواج هم کرده باشه، متأهل هم باشه، بچه‌هاش هم بالا 18 سال باشن، کار یه مقدار براش مشکل تر میشه دیگه. وقتی بچه‌ها بالا 18 سال باشن طبیعتاً یک فرد مستقل محسوب میشن. یعنی شما باید برای 2 نفر اقدام به مهاجرت کنید، یکی خودتون، خانمتون و فرزندان زیر 18 سال، یکی هم برای فرزندان بالا 18 سال که یه مقدار کار مشکل تر میشه. ولی گزینه تحصیل توی اکثر کشورها فعال هست و فرزندان بالا 18 سال هم به راحتی میتونن این کار رو انجام بدن و مهاجرتشون رو بکنن. این نظر شخصی منه که اگر رفتیم اون دنیا و روز قیامت و گفتیم که آقا ما تو کشورمون این مشکلات داشتیم، این گرفتاریا بوده، فقر بوده، بیچارگی بوده، اولین سوالی که از ما میپرسن میدونید چی هست؟ میپرسن میگن چرا مهاجرت نکردی؟ دیگه اونجا سر هر کیو به شکلاه بذاریم سر خدا رو دیگه نمیشه کلاه گذاشت دیگه. بالاخره هر کاری یه راهی داره. وقتی که شرایط رو مناسب دیدید و تصمیم قطعی خودتون رو گرفتید بر مهاجرت، طبیعتاً نباید تردید کنید. به قول معروف میگفت که ما جا نمیزنیم هرگز، در جا هم نمیزنیم. یا یه ضرب المثل اینجا دارن که میگن just do it، یعنی انجامش بده، بزن برو جلو، هر اتفاقی میخواد بیفته بیفته. البته خب باید آدم مشاور خوب هم پیدا کنه، وکیل مناسب هم پیدا کنه، ولی دست روی دست گذاشتن طبیعتاً مشکلی رو حل نخواهد کرد و یه موقعهایی به اهمیت قضیه پی میبریم که دیگه کار از کار گذشته و فرصت رو از دست دادیم. بنابراین اگر تصمیم قطعی بر مهاجرت گرفتید و اگر تمام جوانب رو سنجیدید و میدونید که مهاجرت میتونه مشکلی رو از شما حل بکنه و میتونه برای شما مفید باشه، قطعاً و یقیناً شما تردید نکنید و از همین فردا اقدام کنید. دوستتون دارم. روز و روزگار بر شما خوش. یا حق.